ماه می در روسیه چنین ریدها آغاز شد. لطوکوب، تحقیر و تعقیب مهاجران. در 3 ماه اخیر چنین نوارها از کنج و کنار روسیه نشر شد. مسکو این را یک معرکه برای سنجش اسناد مهاجران گفت. در تاجیکستان مقامات اول از نقض حقوق مهاجران نگرانی می‌کردند، بعداً آهنگ صحبتشان تغییر یافت. در نشست خبری وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از مسئله اذیت مهاجران نیز سخن رفت. وزیر کارهای خارجه باور دارد که روسیه با گذرانیدن این ریدها به تاجیکستان فشار نآورده است. با نظر داشتی سطح بلند مناسبت‌های بسیار سمتای ما با فدراسیای روسیه فشاوری جای داشته نمیتواند. در مورد عملیات‌های منتظم تفتیشاتی مقامات قدرتی روسیه نسبت به شهروندان خارجی از جمله شهروندان تاجیکستان باید قید کرد که جانب ما درستی عمل کردی مقامات اون کشور رو مورد شبهه قرار نمیدهد. وزیر کارهای خارجه همچنین از صحبتش با سرگئی لاوروف درباره مهاجران یاد کرد. اما برانیم که ضمن برگزاری چنین چورابینی نقشوی و غیر نقشوی خیلی که ما 6 ایون در همین اتاق در پریس کنفرانسی با سرگئی ویکتوروویچ لاوروف نیز همین موقع ما رو گفته بودیم. جهتی به تنظیم در آوردن روندهای مهاجرت باید جانب روسیه حقوق و آزادی‌های زمینوی شهروندان تاجیکستانی مقیم روسیه رو حتما رعایت نماید. بر علاوه این صحبت، وزیر کارهای داخلی و امبودسمن تاجیکستان ماه می به همتایان روسشان نامه فرستاده از لطوکوب دانشجویان تاجیک و بازداشت‌های سراسری مهاجران نگرانی کردند. درباره پاسخ به این نامه‌ها رسما چیزی گفته نشد. حامیان حقوق میگویند واکنش جانب تاجیکستان به صورت عموم چیزی را تغییر نداد. یک چند مرتبه سفارت تاجیکستان خودشون به همون شعبه‌های پلیس زنگ زدند و یک چند مرتبه واکنش‌ها نشان دادند و بسیار هم حالت‌هایی بودند که در طرف خیمکی و در طرف چوکلیستان و در بسیار جایی را که میدونم و در حالتی که همین سفارتی واکنش نشان داد، یعنی شهروندان تاجیکستان از اوج جواب دادند. اما در مثال همین ریدهایی که بودند یک چند مرتبه مثال سفارت تاجیکستان که ناتوان کردن متاسفانه موقع یعنی بگیم از همین ریدها بس هم نشد. این حقوقشناس تاجیک میگوید از میان سفارتخانه‌های کشورهای آسیای مرکزی نمایندگی‌های دیپلماتی تاجیکستان و قرقیزستان فعالتر بودند. از سبب نبودن جای کاری مناسب در داخل کشور، سالانه حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان برای کار و درآمد به روسیه می روند. از آزار و لطاکوب و پایمال شدن حقوق مهاجران تقریبا هر ماه شکایت ها می رسد. مولا رجب یوسف امیر ایسایف، آزادی دوشنبه.